این برنامه مخصوص ریستارتی است و دوستان دیگر عزیز اگر میخواهند که برنامه رو بهتر متوجه شن، خب قطعا که کل جهان از ما ریستارتی ها بیشتر میفهمه دیگه، چون خب بهتر میفهمه چجوری بخوره، چجوری بخوابه، چه کارهایی بکنه، چه لذتهایی ببره و مطمئنه که دنیا همینه و ادامه نداره و حالشو میکنه. ما ریستارتی ها متوهمیم، فکر کنیم دنیای دیگه وجود داره. همین که متوهمیم فکر میکنیم دنیای دیگه وجود داره، تلاش میکنیم اینجا خدمت کنیم به مردم و یک نگاه دیگه‌ای داشته باشیم و یک تفکر دیگه‌ای داشته باشیم و بقیه مردم کره زمین بر این باور نیستن و دنبال خور و خواب و خشم و شهوت و شغب و جهل و ظلمت و هر چیز دیگه‌ای که هستن، به نظر من کار درستی میکنن و هستن و بهتر از ما زندگی رو میفهمن. اما ما زنده بودن رو بهتر متوجه میشیم، نه زندگی رو. این تفاوته. حالا اگر شما میخواید که برنامه رو بهتر متوجه شید، غیر ریستارتی ها بهترین گزینش گوش کردن به برنامه طلوع امپراتوری کوروش و آشنایی با افکار افلاطون و بزرگان دانش، خرد و اندیشه جهان هستی و گوش کردن برنامه های شب بخیر ایران تا ببینی اونها کی هستند و چه میخواهند. و اگر هم همینطور داری گوش میکنی ببین دوستت داریم، همین که اومدی سر زدی و درب زدی و هر کس که از این در آید نانش دهیم رو ایمانش مپرسیم، زیرا اون کس که به جان ارزد به نان ارزد. به حال سنی و شیعه و مسیحی و بهایی و یهودی و اینا همشون میدونن که اگر ما به قدرت برسیم به پول خواهند رسید، موفق میشن، لذت میبرن. بارها این اتفاق افتاده. یعنی همین دوره زمان شاه گذشته، همین بلوچستان همه در فقر و بدبختی و عکساش هست و فیلماش هست و همه قاچاق میفروختن این برانبر، قاچاق سوخت و مشکلات و فیلم سینمایی. چون همیشه بهتون گفتم سینما مال بچهای وزارت اطلاعاته، یعنی ساباک سینما تولید کرده. فیلم های سینمایی زمان شاه افکار زمان شاه و افکار حکومت شاه که همش داری میبینی، یکی داره مواد میکشه، یکی داره هروئین موشه میفته میمیره، یکی هم پلیسا الکی میفتن که کسی مواد نفروشه. مشخص زمان خمینی هم فیلم های سینماییش مشخصه که مربوط به همین دوره است. فیلم آرمولک میسازن، مشخصه که یعنی زاهد زیبا پرست دنیا پرست، اینا قشنگ توش مشخصه. یعنی پس هر فیلمی در سینماهای جهان داره میاد مال سازمان‌های امنیتی. این توضیحاتو در برنامه‌های قبل دادیم و توجیهاتی رو که باید برای اصلح فهمیدن و اسهل فهمیدن میدادیم، قطعا این کار رو کردیم. در زمان شاه همین شهرهای استانهای دور ایران رو نگاه کنید، از اون کردا که رو هوا بودن تا لورا مشخصه. این زمان هم همینطوری بود. در دوران شاه اسماعیل یکم صفوی، کسی که پدر بزرگش تو عرفان و تصوف بود و حکومت رو دستشون گرفتن، مادر شاه اسماعیل یکم صفوی مسیحی مرد و همه مردم میگفتن اون سوفیسمو یه صوفی داده بیرون، مادرش مسیحی، نتونسته سوفیسم، نتونسته یک صوفی، نتونسته زن خودش رو هدایت کنه. اصلا اینجوری نبود. خیلی هم با افتخار شاه اسماعیل یکم صفوی مادرش رو برد در کلیسا و در اونجا دفن کردن و با احترامات خاص. همین سنیای عزیز در دوران شاه اسماعیل یکم صفوی به قدرت رسیدن. این همه دانشمند که اومده بیرون در صفویه همشون سنی بودن. همین سنی‌ها قبل از صفویه تیکه پاره می‌شدن، کشتار مشتار داشتن، به پول و پست و مقام و خرد و اندیشه رسیدن. یهودی‌ها وارد کشور شدن، همین یهودی‌هایی که قبلش قتل و غارت می‌کردن حکومت‌های قبل و حکومت‌های بعد، این اتفاق واسهشون افتاد و همین یهودی‌ها می‌ترسیدن وارد ایران بشن. در دوران شاه اسماعیل یکم صفوی و شاه عباس برو ببین چی شده. حالا معماری و هنر و عشق و اینا رو بذاریم کنار، چقدر کتاب‌های خارجی
ترجمه شد، چقدر آدم‌های خارجی وارد ایران شدن، اینا رو بذار کنار. پس تمام سنی ها میدونن ما به قدرت برسیم به پول میرسن، خوشبخت میشن و حال میکنن، اینو میدونن، سرانشون اینو میدونن، به افراد سنی نمیگن. تمام سنی ها میدونن تنها کسی که ابوبکر رو صدیق میدونه منم که اینجا نشستم. یعنی من جزو معدود سیاستمداران جهان هستم که میگم ابوبکر صدیقه. توهین بهش در تصوف کار بدیه. عمر فاروقه. چه احترام میذاریم؟ بس ما به همه ادیان در طول تاریخ هر وقت ما اومدیم به همه ادیان احترام گذاشتیم. به همه دختر پسرها تلاش کردیم که علاوه اینکه دینگلو بر همه کار بکنن، تلاش کردیم که بهشون خرد اندیشه هم گوشیم. این خرد گوشیم سمت راست، خور خواب خشم شهوت گوشیم سمت چپ. گفتیم که هر کدومو میخوای بردار. یهودی ها مطمئنن که ما به قدرت برسیم به پول میرسن، میتونن وارد کشورشن، زمین بخرن، آزادانه زندگی کنن. همین شیعه خار مادرشون سرویس بود قبل از صفویه، تیکه تیکهشون میکردن تو خیابون. اوف. شاید کنم صفوی اومد و ازشون خوب شد، شرایطشون بهتر شد. پس برای رسیدن به خور خواب خشم و شهوت، برای رسیدن به دینگلوتون، پاسم به ما محتاجی. ما خب بلدیم چجوری مسائل دینگلوتون حل کنیم. اینجا هم میخوای فکر کنی به ما مربوطه، ما میتونیم این کارو کنیم. وسط سکولاریسم به رضا پهلوی شما هیچی پیدا نمیکنی بجز این که جمهوری اسلامی پولات دزدید و معادن تو خورد، رضا پهلوی بیاد همین هست پلاس، یعنی اضافه بر آن مالیات هم به زن و بچه تجاوز میکنه، پول مالیات میکشه بیرون. همین. مجاهدین خلقم بیان همینن. مجاهدین خلق کاملا مشخصه که این بار حسینشون خیلی متفاوته با حسن حسین اون. همین. ولی لای حسن حسین ما 2 تا مسیح وجود داره، 4 تا آیین وجود داره، 7 تا دین وجود داره، 20 تا خردمند وجود داره. و شما غیر ریاستی که وارد این برنامه میشید تا طول امپراتوریشون گوش نکنید اصلا نمیفهمی من چی دارم میگم. نه اینکه سطح سوادت از من پایین تره، سطح سوادت اصلا نیست که من پیدا کنم، پایین تر نیست، اصلا سطح سوادی نداری که راجعش حرف بزنیم. و اگر فکر میکنی که خیلی میفهمی، متاسفانه در توهم و خیال داری زندگی میکنی. و من تا تو رو بخوام بکشم بیرون وقت جامعه گرفته میشه. یا 2 حالت دارم، یا به زور مملکت رو بگیرم که کارشو بلدم. من گرفتن مملکت به زور رو بلدم. دیدید که آقای بنی صدر قبل از فوت اجباری تو تصوف و عرفان و تو ریاست ها توضیح دیدیم که انسان ها دو دسته میمیرن. یا این خر میمیرن اجباری، زندگی میکنن میمیرن، توضیح دادم. یا اختیاری میمیرن، یعنی میفهمن چرا میمیرن. اینایی که اختیاری میمیرن میرن بالا، تو ریاست توضیح. جناب آقای بنی صدر قبل از مرگ اجباری، نه اختیاری، خیلی قشنگ توضیح داد و به ما حمله کرد و قشنگ گفت این بلد حکومت رو چجوری بگیر، رژیم رو چجوری عوض کنه، و حمله کرد و گفت مخالفم. مال اشکال یه آدم مذهبی بود، آدم بعدی هم نبود، یه آدم مذهبی بود، یه اعتقادی داشت، روی اعتقاد مذهبیش از همه اپوزیسیونان باسوادتر بود و ما هم هیچ همش توهین نکردیم. چرا؟ چون اعتقادش بود دیگه. و گفت حسینی بلد حکومت بگیره. رضا پهلوی هم رسما اعلام کرد، گفت تنها کسی که میتونه به زور حکومت بگیره حسینی میتونه بگیره. هم توانش داره، هم نیرو داره، میتونه بگیره، هم هوشش داره. مجاهدین هم که رسما گفتن آقا اینا تروریست، رفتن به تیم ترامپ و اینا هم گفتن که آقا این میخواد به زور مملکت بگیره. پس من 2 حالت بیشتر ندارم، یا باید به زور مملکت بگیرم، یا باید تو تربیت کنم که بفهمی که چه حکومتی برای تو خوبه. من التیماتوم هر دوتا رو، من هم این طرف هویج رو اعتقاد دارم، هم به چماق. فرقم با تو چیه؟ با اپوزیسیون های دیگه چیه؟ اپوزیسیون دیگه همین دوتا رو میبینن، چماق و هویج. ما چی دیگه میبینیم؟ ما 3 تا میبینیم.
یه چیزی این بالاست به نام خرد اندیشه. یعنی اعتقاد داریم که مردم باید فهمشون بره بالا و حاکمان مردم به میزان فهم مردم بر آنها حکومت میکنن. هیچ بزغاله‌ای نمیاد رهبر شد، هیچ وقت. نه فهمش زیاده، هم مردم میدونن که بزغاله نمیتونه رهبر بشه، اما همون بزغاله رهبر میشه. چرا؟ چون مسئولین اهل سنت دروغ میگن به سنی‌ها، میگن میدونن که ما دینی نیستیم، میدونن که ما تنها گروهی هستیم که بیدینها و دیندارها عضوی از ما هستن، ولی نمیخوام واقعیت رو بگن. چرا؟ چون بعضی از اینها اون پشت ممکنه قرارداد ببندن، هم شیعه میبندن، آخوندا میبندن، همه میبندن، همه پول 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 میبنده پوله. پس من گزینه دو رو انتخاب کردم. اگه فکر میکنی که نمیتونم کشور رو بگیرم، خیلی اشتباه میکنی. به خدا داری اشتباه میکنی. به همون نمیدونم به دینگلود اعتقاد، به هر چی اعتقاد داری، به همون دینگلود داری اشتباه میکنی، به هر چی که فکر میکنی. راه دوم اینی که خرد و آگاهی به جامعه بدم که از چاه به چاهتر نیفتن. ما ریاست‌های این دو رو انتخاب کردیم. یه خورده سختی میکشیم برای این. ما به تمام کشورها هم واضح حرفمون رو زدیم. ما با آقای پوتین توضیح دادیم قبل از اینکه اردوغان به قدرت برسه و سیاستمدارهای جهان این گاو داشتن زندگی میکردن و رسانه‌های جهان این احمق‌ها هیچ اطلاعاتی از ترکیه نداشتن، شعورشون نمیرسید که حتی 2 قدم جلوتر رو در سیاست ببینن. ما توضیح دادیم که اردوغان چه میکنه، چگونه به قدرت میرسه، چه دیکتاتوری تولید میکنه و چه تفکری میکنه و با چه کودتایی روسری رو برمیگردونه. روسری نه این روسری توسری رو برمیگردونه. زودتر از تمام سیاستمدارای جهان این توضیح رو دادیم، هم تاریخش هست هم اسنادش هست. و اردوغان همون کاری رو میکنه که الان ما گفتیم. یعنی انگار خر ماه، خر خودمونیم، یعنی این دیگه، یعنی همون کاری که ما بهش میگیم میکنه. آیا ما میخواستیم که اردوغان رو توضیح بدیم؟ نه، ما داشتیم به پوتین التیماتوم میدادیم. یعنی داشتیم به پوتین میفهموندیم مسیر حرکت روسیه رو در کشورها ما میدونیم آقای پوتین. و پوتین هم گفت میدونیم و ترکیه رو گرفت. از این ور التیماتوم دادیم، از اون ور هم یه چیزی به پوتین یادآوری کردیم. گفتیم برگرد به اون دوران تزارها، یادت باشه که توهین به اهل تصوف و عرفان، ایستادن مقابل اپوزیسیونری سارت، برو ببین در تاریخ چه شده، از تزارها نابودیشون ببین تا اتحاد جماهیری که به نااتحاد غیر جماهیر تبدیل شد. دو طرف نشونش داد. و پوتین هنوز انتخاب داره میکنه، برای باش دعوا نداره. ما پوتین رو به عنوان آدم باهوشی که در اون کشورش داره برای کشور روسیه داره تلاش میکنه، تیمش هم بسیار باهوشه، براش احترام قائلیم. ما میگیم ایران دست ماست، دعوام نره. و پوتین انقدر باهوش هست که بقیه کشورهایی که داره بر اون حکومت میکنه رو از دست نده به خاطر حمله به تصوف و عرفان. پس بیخیال ایران میشه. این اسرار مهمه. برای همین زمانی که من التیماتوم دادم 72 ساعت کاری رو که دیگر سیاستمدارا حتی رفیقای خودمون مثل جناب آقای ترامپ و تیمش هی گفتن سپاه و تروریستی کنی، اعلام نکردن، ولی وقتی من التیماتوم دادم اعلام کردن. میدونی چرا اعلام کردن؟ این رازها رو ریاستی‌ها باید بدونید. خیلی ساده بود. برای اینکه جمهوری اسلامی با کارهایی که من کرده بودم شدیداً ترسیده بود و مطمئن بود که این پشت ترامپ و ما توی خطیم. وقتی که من التیماتوم دادم به جمهوری اسلامی، به کشورها گفتم سپاه و تروریستی اعلام کنید وگرنه وارد فاز 2 میشیم،
که یک امتحان بسیار زیاد که بعدها توضیح میدم براتون، رژیم ایران به همین سران کشورهای فرانسه و آلمان و انگلیس زنگ زد، گفت ما رو تروریستی اعلام کنید. چرا؟ برای اینکه میگفت اگر حسینی وارد فاز 2 بشه، چون ترامپ پشتشه، حسینی شروع میکنه به آدم کشتن تو کشور ما، سپاهی و بسیجی رو یه فراخوان میده، شروع کشتار اینا میکنه و بعد یهو قیامت داخل تولید میشه و حمله نظامی ترامپ انجام میشه. مثلا اونا ترسیدن از اینکه ما و ترامپ حمله نظامی نکنیم، به همین خاطر زمان میخواستن بخرن تا ترامپ دورانش تموم میشه. میفهمیدی چی شد؟ تو فکر کنی مثلا انگلیس از من میترسه که بیاد بگی که اینا تروریستیان یا آلمان و فرانسه؟ نه، اون از این میترسید که یه رهبری که الان وجود داره ایران رو بریزه به هم و ترامپ همونطور که سال 96 با حرکتی که جنبش ریستارت انجام داد و کشور رو 140 تا شهر ریخت به هم و ترامپ یهو تحریما رو اعلام کرد که حسن روحانی و سران نظام گفتن که این حسینی و ریستارت کاری کردن که در 96 تحریم‌های ترامپ شروع شد. یعنی ترامپ فهمید که میشه رژیم عوض کرد و تحریم‌ها رو آغاز کرد، همین اتفاق بیفته و رژیم ایران توسط کاری که ما میخوام بکنیم عوض بشه. و همین خاطر گفتم آقا تروریستی اعلام کنید تا حسینی وارد فاز 2 نشه. همین. و ما هم وارد فاز 2 نشدیم. چرا؟ برای اینکه اگر وارد فاز 2 میشدیم منو دستگیر میکردن. من تا به رسمیت شناخته نشم که نمیتونم کار بکنم که، و نکردیم. براتون میگردونم به 130 سال پیش. 130 سال پیش یک جمله‌ای که کروبی گفت، جمله جالبی بود. چی گفت؟ رو کرد به آقای احمدی نژاد، گفت آقا تورم ننه من هم میفهمه، وقتی میره بیرون پیاز $2 2000 تومن میشه یا 5000 تومن، هیچ ربطی نداره که ننم اقتصاددان باشه یا نباشه. خیابون، کف خیابون میفهمی که آقا تورم تولید شده، همین چی داره گرون میشه. 100 سال پیش اگر دختر پسرها که در این برنامه نگاه میکنن از مامان باباهاشون بپرسن، اگه مامان باباتون زیر 50 سال هستن ممکنه ندونن، از مامان بزرگ و بابا بزرگاتون بپرسید، اونا میگن بله. چی بود 100 سال پیش؟ 100 سال پیش تا الان در آمریکا، در اروپا، در چین، در ژاپن، در ایران، در خاورمیانه یک راز بزرگ فاش شد و اسم اون راز این بود: دجال. یعنی 100 سال پیش مادر بزرگ من، 50 سال پیش مادر بزرگ من، مادر بزرگ توی ایرانی و مادر بزرگ آمریکایی هیچ فرقی هم نکرده. همه اعتقاد داشتن که 50-60 سال آینده جهان به سمت جنگی میره که یک دجالی ظهور میکنه و یک اتفاقی میفته و پایان جهان. این اعتقاد تو همه سران جهان داشتن. یعنی رهبر ایران و تمام سپاه پاسداران در تمام صفحاتشون زدن که انشالله حکومت ما یعنی امام میرسه به امام زمان، یعنی وصل میشه به امام زمان. یعنی چی؟ یعنی ظهور دجال، ظهورهای دیگه. پس این اعتقادشون بوده. و تو فکر فقط ایران اینجوری بوده؟ وسط آمریکا همینجور بوده. دیدی که مسلط میکشن یه چشم میذارن دجال؟ پس اینا هم به دجال اعتقاد دارن. این سوالی که تو باید بدونی، چطور امکان داره که 7 میلیارد مردم کره زمین به دجال اعتقاد دارن؟ میگه این دجال چیه که همه بهش اعتقاد دارن؟ 25 سال پیش من یه فیلمنامه ساختم، فیلمنامه نوشته بودم که یک چیز زرد، شروع فیلم اینجوری بود، یک چیز زرد میومد، یه دختر پسر داشتن بوس میکردن، از هم جدا میشدن، این چیز زرد واسهشون با سرعت رد میشد. تیتراژ فیلم بود.
بعد میرفت از وسط یه چیز دیگه رد میشد، از وسط یک کلیسا رد میشد، از وسط یه مسجد رد میشد، همینطور رد میشد، میومد همه حالت ها اسلو میشد، اینجا اسلو میشد، دوره رد میشد. این تیتراژ فیلم، این چیز زرد همینطور که میرفت آخر تیتراژ تو 2 دقیقه اول رفت خورد به یه چیز سیاه. بعد دوربین اومد عقب نشون میداد که اینجا پرده سینماست و این چیز زرد میرفت میخورد تو اون پرده، شره میکرد، روش نوشته میشد دجال و بعد این دجال اینجوری شره میکرد، از توش تایپ میشد دیجیتال، یعنی یه اوته و اینا به این دجال اضافه میشد، یعنی دجال دیجیتال. فیلم من بود، اصلا اسم فیلم من بود دیجیتال. فیلم جدید بود، 25 سال پیش من این فیلم رو نوشتم. چی میخواستم پیش بگم؟ دیجیتال یعنی 0 و 1 دیگه، که در تفکرات ریاستاتمون میگن مولوی میگه 2 تا کوزه است، 2 تا کوزه نیست، یه دونه است. دانشمندان دارن تلاش میکنن که دیجیتال از 0 و 1 تبدیل کنن به 1، یعنی 0 و 1 رو به 1 تبدیل کنن. در صورتی که ما به دانشمندان میگیم شما تفسیر و تعریف 0 رو برای ما توضیح بدیم، اونم توضیح ندارن بدن. خب پس معلومه که تا 200 سال دیگه تبدیل میشه به 1، 0 و 1. باز هم همون خریت ها ادامه داره تا یه روزی 300 سال بعد بفهمن که این 1 رو باید تبدیل کنن به 0. موضوع شکل جهان هستی ناخودآگاه عوض میشه. جهانی که 50 سال پیش آقای رضا پهلوی اینا تش تک تو خیابون بازی میکردن 100 سال پیش، الان تبدیل میشه که نشسته و واسه خودش تو فیلم نگاه میکنه و لذت هم میبره و کامپیوتر بازی میکنن و این صحنه های دیجیتالی تولید شده و این فضای مجازی تولید شده و فیسبوک احمق و اینا تولید شده. این همشون توی همین قضیه 0 و 1 تولید میشه که بعد تبدیل میخوام بکنم به 1 و باز همین مردم رو گول بزنن تبدیل کنن به، بعدها میفهمن که باید به 0 تبدیل کنن که حالا داستانش متفاوته. خب من سوالم ازت اینه که یک آدم بی سوادی به نام مادر بزرگ حضرت علی میگفت آقا یه روزی میرسه که زنها اینجوری میشن، مردا اینجوری میشن، دنیا اینجوری میشه، شکل‌ها اینجوری میشه، یه موجودی به نام دجال ظهور میکنه. اون موقع بترسید امام زمان میاد. سوال، اون پیرزنه که 80 سال پیش این جمله رو گفت چرا شد؟ هرچی این پیرزنه گفت که سواد سیاسی نداشت، سواد اجتماعی نداشت، هیچ دانشی هم نداشت، صبح میرفت گوسفندا رو میبرد، چپ برمیگشت، چطور حرفی رو زد که همش الان شد؟ این سواله، این سوال ساده است اصلا. چطور توی پولای دلار هی اون مثلث رو میکشن یه چشم میذارن و تمام آمریکایی‌ها اعتقاد دارن که پیرزنی که تو ایران اون حرف زد درست بود؟ پس اینا اعتقاد به شایعات صالح دارن، اینا اعتقاد به امام زمان دارن، اینا اعتقاد به دجال دارن. همین تو همین آمریکا شما هم شنیدی میگن خر دجال، آرمه دموکرات‌ها خره. خیلی‌ها میگن آقا خر دجال، یعنی دموکرات‌های آمریکا خر دجال، یه چشم دیجیتالن. این دیجیتال یا دجال مگه چه کار کردن؟ اینا اعتقاد دارن که یک گروهی، خیلی ساده است، یک گروهی دنیا رو قبضه میکنن و جهان رو به سمت بدی و فساد و اینا میبرن، که گروهی هم تو ایران هستن که میگن زمانی که به بدی و فساد و اینا رفتیم امام زمان ظهور میکنه. این که میگن حجتیه و نمیدونم امام زمانیه و مؤتلفه های اعتقاد دینی، همش اعتقادش اینه. یک گروه دیگه میگن نه اگه کار خوب کنیم بریم جلو امام زمان ظهور میکنه. این دعواه آقا خودت به خریت نزن، جهان به دجال اعتقاد داره، خودت به خریت نزن. این حرفای رسانه‌ها رو گوش نکن. میگه دجال احمق. اینا الان 300 میلیون آمریکایی و 200 میلیون تو برزیل و نصف بیشتر این سیستم های مکزیکو، 80% مکزیکو، برو تو جنوب آرژانتین و برو وسط ژاپن و برو لاچین و همه‌شون اعتقاد دارن که دجال وجود داره، باور دارن. برو تو همین پاتریوت‌های آمریکا ببین هی مسلط میکنن، هی چشم میزنن.
به جز من و ریاستاتی جهان بهش اعتقاد داره. یعنی فریخته ترین مردم جهان ما میگیم آقا ما همین رو میدونستیم. پس راز ویروس عرفانی کرونا کجاست؟ چرا من اول نفر بودم که نوشتم ویروس عرفانی کرونا؟ میدونی چرا؟ برای اینکه شما نمیدونیم، اصلا نمیدونید چه اتفاقی افتاده. دیدی که ترامپینا میگن آقا واکسن نزنید، یک گروهی سمت راست میگن واکسن بزنید، یک گروهی سمت چپ میگن که چین اومده، چینی‌ها دارن فلان کردن، یک گروهی سمت راست میگن چین نیومده، اتفاقی بوده. هر دو درست میگن و هر دو هم غلط. زیرا که و یه گروه ریستارتیا که میگن که آقا چون سوفیسم کشته شده این ویروس اومد و درست دلیلشون هم اینه، میگن درست روزی که سوفیسم کشته شده این اومده. و در طول تاریخ حتی در جنگ جهانی اول و دوم اگر نمیدونید بدونید یک سوفیسم در همون دوران کشته شد، داخل ایران هم کشته شد. جهان با 2-3 تا بیماری بزرگ مواجه شد مثل همین ویروس عرفانی کرونا. دروغی که به شما میگن آقا مثلا 80 میلیون نفر در دو جنگ جهانی کشته شدن، 400 میلیون کشته شدن، بازم دروغ میگن. 500 میلیون دیگه کشته شدن اسمشو نمیارن. 3 تا بیماری تولید شد، انگار همین الانه همه مردم شروع کردن مردن، جنگ جهانی تولید شد. داخل کشور ایران که سوفیسم توش کشته شد یک بیماری اومد که 1/2 ایرانیا مردن. آمار جهانی میگه 1/3، آمار حقیقی میگه 1/2. یعنی از الان اگه 80 میلیونن 30 میلیون شما قراره بمیرید. میفهمید اینو؟ پس برای چی مجاهدین دارن چیکار میکنن؟ مجاهدین تکلیفش مشخصه. مجاهدین بهشون گفتن که 2 تا تیکه از ایران جدا میشه، بقیه کشور دست شماست. قبول کردن. به رضا پهلوی گفتن 2 تیکه ایران جدا میشه، بقیه کشور شما حکومت میکنی. موافقی؟ گفته بله. برای همین میبینی که جلسه میذاره با تجزیه طلبا. برای همین تو اون مهمونیه بود که میخواستن کردستان جدا کنن، تو اون مهمونیه دیگه بود که راجع به تجزیه بودن اونجا جلسه داشت. یعنی تکلیف کاملا مشخصه. یک حمله به زن و بچه ایرانی تجاوز میکنن، 30-40 میلیون قراره بمیرن، 2-3 تا قسمت ایران جابجا شه. راست میگه آقا حسینی، اردوغان با عکس آذربایجان داره یه عکس جدید داره میاد. بله، چون زمانی که به قول این دوستان ما ظهور کردیم عجل الله تعالی فرجه ظهور کرد، راجع به امپراتوری صحبت کردیم، یادی بی بی سی گفت امپراتوری بریتانیا، اردوغان گفت امپراتوری عثمانی. چین راجع به امپراتوری حرف میزنه، دنیا داره برمیگرده به امپراتوری. پس راز ویروس عرفانی کرونا کجا بود؟ اینجا بود که الان میخوام بگم. یعنی چی؟ یعنی یک گروهی بودن از سران کشورها تصمیم گیری کرده بودن که در سال 2022 یک ویروسی رو بدن بیرون و با فیسبوک و توییتر و صفحات مجازی و اینستاگرام و اینا دست در دست همدیگه یک حکومت نظامی تولید کنن، مخالفین و قتل عام و کشتار کنن و بکشن. و وقتی این ویروس رو دادن بیرون یک غربال جهانی تولید کنن، حکم فرعونی دیکتاتوری از بالا رو آغاز کنن. اما یک اتفاق نادر افتاد. حتی بلایی که سوفیسم فرستاد محبت بود. اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که
فیسبوک و توییتر و سران صفحات مجازی و دموکرات های آمریکا و جمهوری اسلامی و چین و انگلیس و فرانسه و آلمان و چند تا کشور دیگه همه آماده بودن که رأس تاریخ 22 یعنی 2022 ویروسه رو بدن بیرون، خار مادر ملت جهان رو سرویس کنن. اما ویروسه 2 سال زودتر نشت کرد. یعنی در چین اینا داشتن همه چیز رو آماده میکردن برای جهان، زودتر ویروس لو رفت. همین چه شد؟ دموکرات آمریکا گفتن آقا این چرا اومد بیرون؟ به خدا نمیدونیم. انگلیسی گفتن آقا الان چرا ما این 22 بعد میاد بیرون؟ ما هنوز آمادگی نداریم، نه پول آماده، نه سیستم آماده، چی پول آماده نیست برای قتل عام جهان. ما الان فرصت اصلا آماده نیستیم ما. برای سوفیسم درسته که بلا داد، ولی بلا محبت بود. ویروس لو رفت و این بدبختا که میخواستن توسط همین ویروس غربال کنن کره زمینو، فرصت پیدا نکرده. قرار بود ترامپ بره این ویروس بیاد، ترامپ بود. برای چی اومده بیرون؟ انگاری یه آدمی این ویروس رو از تو چین پرت کرد بیرون. نه چین آمده بود، نه اروپا آمده بود، نه دموکرات ها آمده بود. بازی زودتر لو رفت. فهمید چی شد؟ و اینها که قرار بود تو 22 کار آغاز کنن قتل عام رو، هیچیشون آماده نبود که بتونن این کارو بکنن. و یکی فیلمنامه آخر داستان رو زودتر تعریف کرد. و این ویروس عرفانی هم ضربه زد به کی؟ به چین. چین برای بوسیدن لپای ترامپ تعظیم میکرد. چین نابود شد. پادشاهان 7 اقلیم هر یکی را دوچار میبینم. شعر شاهنامه تبلی از اینجا شروع شد. رازهایی که ما نمیخواستیم بگیم همین بود. یعنی چی؟ یعنی چینی که با آمریکا رفیق بود، داشتن تو این پروژه هماهنگ میکردن با دموکرات‌ها، با جمهوری اسلامی، با انگلیس و فرانسه که این حرکت رو انجام بدن، شروع کنن جهان دیگه محکم بگیرن. با اومدن ویروس بیرون، یه پاتریوت تو آمریکا به نام ترامپ و تیم ترامپ که پاتریوت بودن و دجال موضوع رو میدونستن، اینا یا گفتن های چی شده؟ آبروریزی شد تو دنیا و بازی به هم خورد و ساختار ریخت به هم و ترامپ با لگد چین رو از آمریکا انداخت بیرون. الان نگاه کن، انگلیسی ها همشون رو هوا. الان میدونی انگلیس و روسیه، آمریکا و انگلیس 50 سال با هم دشمنن. الان انگلیس و روسیه با هم دشمن شده. یعنی همه چیز برای امپراتوری ما مهیا شده. یعنی من باید میلیاردها دلار خرج میکنم این 6 7 کشور با هم درگیر شدن تا بتونیم به قدرت برسیم. خودشون درگیر شدن. چین رو هواست، اون با اون درگیره، این با اون درگیره. فرانسه زنگ میزنه استرالیا زنگ میزنه به این، کانادا رو هواست، هیچی معلوم نیست. این بزغالای سران هیچی نمیدونن. خودت به خریت نزن، اگه میدونستن که فرمول نمیچیدن. مثلا من میگم که فردا صبح کریستیانو رونالدو با مخ میخوره زمین، اینجاش میشکنه، بعد بشکنه، بعد پس اون فردا میگم 2 تا گل میزنه، بعد اخراجش میکنن، بعد 2 تا گل میکنه اخراجش میکنن. بعد کریستیانو رونالدو میگه دیدید من خودم بازی کردم. بقیه تماشاگر میگم بیا، هرچی آقا حسینی میگه داره میشه. چی رو تو بازی کردی؟ تو یک کاری کن که نشه. تو وقتی آقا حسینی میگه 2 تا گل میخوری 4 تا بزن یا 1 دونه بزن، همون 2 تا رو میزنی همونجا تا میشکنه. همون هم شد.
ویروس عرفانی کرونا قرار بود دنیا رو یه سره کنه، ویروس زودتر باید بیرون. همه رو دارو هوا فعلا ریخ به هم، همه با هم دشمن، همه دنبال امپراتوری، همه جنگ. و پیروز این بازی فقط ماییم. طول میکشه برای تربیت، همیشه طول میکشه. این که من بچه‌مو با لگد پرت کنم بیرون ساده است، اگه بخوام تربیتش کنم طول میکشه دیگه. این که این سران احمق که فکر می‌کنی میفهمن، هیچ هم نمیفهمن. از وقتی بایدن اومده تورم تو آمریکا رفته و با خود اون آمریکاییایی که طرفدار بایدن بودن به بایدن مثل سگ نگاه میکنن. همه اینجوریه. یک آدم چیپ احمق. صفحات وایس آف آمریکا رو نگاه کن. وزیر امور خارجه آمریکا: ایران بیا تو برجام، پس فردا. ایران باید بیاد تو برجام، پس اون فردا. اگه نیای ایران ما ناراحت میشیم، پس اون فردا. ایران تو رو قرآن بیا، پس اون فردا. دیدید که صفحاتشون: رئیسی قاتل درجه یکه، رئیسی کثافت، پس اون فردا. رئیسی اگر قبول کنه وارد برجام بشه. مثلا خبرها رو میخونی یه مش طویل بازی هست، نمیدونن، هدفی ندارن توش. و همون هم شد. یه روزی زن و آمد نیوز خر ما بود، ما از این خر سوار شدیم پیاده شدیم. خیلی هم ساده است و ناراحت هم نشید. فکر نکنید من مخالفم. دشمن من 5 تا اسب داره، من یه اسب دارم. بعد یه اسب اون داره راه میره، علافه، ما میپرم رو اون سوار میشم باش حمله میکنم دیگه. ها اشکال نداره، هر وقتم که اسبو نخواستم ولش میکنم. من که اینطوری، من یه اسب دارم 4 تا داره، من اسب اونو بر ندارم. خب مگه میشه من اسب اونو سوار نشم؟ بازی جهان تغییر کرد، ویروس زودتر اومد بیرون. ترامپ هم گفت مرگ بر این توییتر، این توییتر با ایناست. این همه جهان گفتن این همه با همه اینا، همه چی لورم، همه چی آبروریزی شد. واسه یه زمانی آقای زم خر ما بود. بعدش کی؟ بعدش وایس آف آمریکا، رادیو فردا و بی بی سی خر ما شدن. همون خبرایی که 4 سال پیش من زدم و گفتم ایناست، همین خوشین دارم میزنم. ما خود اصغر فرهادی مال سیستم جمهوری اسلامی از اونجا میاد اسکار میگیره، مال خودشونه، خودشون پول میدن اسکار بده به خودشون. بعد بی بی سی گفت نه، اصغر فرهادی بزرگ، برو فیلم‌ها رو نگاه کن، من و تو. اصغر فرهادی، درود بر اصغر فرهادی. اصغر فرهادی که 2 تا 4 تا بال داره، اسکارها رو به جامعه ایران میآورد. پارسال همه گفتم مرگ بر اصغر فرهادی وزارت اطلاعاتی، مرگ بر اصغر، همه حرفا مردن. خر خودمون یعنی همین. بازی از این لول خارج شده. الان اردقان خر ما. اگر نیست کار جدید بکنه. خب ما چی میخوام بگیم؟ ریاستارتی ها چی باید بدونن؟ ریاستارتی ها باید بدونن که دنیای خود تغییر کرده. رئیسی اصلا هیچ ربطی به خامنه‌ای نداره. اصلا رئیسی هیچ ربطی به خامنه‌ای نداره. خامنه‌ای هیچ ربطی به خمینی نداره. رضا پهلوی هیچ ربطی به فرح نداره. فرح هیچ ربطی به بنی صدر نداره. مریم رجوی هیچ ربطی به مسعود رجوی نداره. همون موقع که فهمیدید که حسن روحانی هیچ ربطی به رئیسی نداره، بعدا فهمیدید دیگه. همونطوری هم باید بفهمید که خاتمی هیچ ربطی به اینا نداره. اینا هر کدومشون سرشون تو یک آخور بسیار جذابی است که توش پول میخوان بخورن، سود دارن توش. ما میخوایم به شما این آخورا رو نشون بدیم. چرا میخوایم کارو بکنیم؟ برای اینکه بازی جهانی داره به سمتی میره که همون حرفی که یک بار نوشتم در توییتر، یعنی چند تا کشور کودتا خواهد شد، رژیمشون عوض خواهد شد و اتفاقات بزرگ و حتی بازگشت و چرخش پوتین به سمت ترامپ یعنی تیم ترامپ. ما ریاستارتیا فقط از پاتریوتا باید دفاع کنیم.
از اونهایی که بیدار شدن، نه از اونهایی که با لگد بیدارشون کردیم. اونایی که بیدارن، ما از اینا باید دفاع کنیم و آماده باشیم. چرا؟ برای اینکه یه شعر شاه نعمت الله ولی بود میگفتش که سکه نو زنن بر رخ زر. بعد ما جمهوری اسلامی گفتیم میخواد به تومن. جمهوری اسلامی هم میگفتش که برای اینکه حرفای ما نشه میگفت تومن بدیم تومن نیار، حالا تومن تبدیل میکنیم، حالا تومن ده. واسه که اصلا راز این بیت در کجا بود؟ اون دفعه هم گفتم در همین ارز دیجیتالی که الان هست. اسمش چیه؟ بیت کوین. میگه سکه نو زنن بر رخ زر در جهان، یعنی سبک جدیدی از سکه در جهان میاد. درهمش کم عیار میبینه، از برق و اینا چرت و پرت. درهمش هم واقعا کم عیاره. پادشاهان 7 اقلیم هر یکی را دوچار میبینن. یک مصرع مونده بوده، اون یه مصرع داره انجام میشه. شما حالا من کاری به اون ندارم، مثلا کاری به شاه نعمت الله ولی و اینا ندارم که چه خواهد شد یا نخواهد شد، اصلا نمیخوام راجعش حرف بزنم. و یه سری اسراری هم که حالا فاش نکنم، به زودی هم میخوام فاش کنم چون دیگه بازی خود عوض میشه. فقط شما بدونید که یه اتفاقی در جهان افتاده و اینا همه با هم دشمنن. ما ریستارتی ها باید آماده کامل باشیم که اولین حرکتی که شد سوار این موضوع شیم. چرا؟ برای اینکه مردممون رو دوست داریم، نمیخوایم از 100 سال دارن اینا سختی میکشن. 100 سال پدرشون در اومده. یه روز گفتن روسری بذار، یه سری گفتن روسری بردار، هنوز هم میگن تو وایس اف آمریکا روسری بذارین، روسری میخوام بردارین. از این بازی مسخره خستن واقعا. شما ریستارتیا تا این مردم رو آگاه نکنید و خرد اینها رو تکون ندید، نباید انتظار داشته باشید که امپراتوری کوروش بیاد. یادت باشه همین الان هر چی جمهوری اسلامی بیشتر بیاد، جمهوری اسلامی اگر بره، رضا پهلوی بیاد یا مجاهدین بیان، به نفع من و توه. میدونی چرا؟ چون محبوب میشه مولوی. یه مدت اینا کشتن و تجاوز کردن به زن بچه ایرانی و پولاشونو خوردن، بعد رضا پهلوی میخوره، مردم دوباره میفهمن اینا با همن، بعد دوباره مولوی و حافظ و سعدی محبوب میشن. مثلا الان چقدر مولوی معروفه. این گزینه یکه، باید مردم بیدار شن. پس برمیگردیم به اول برنامه‌های شب بخیران. مردم چه وقتی بیدار میشن؟ وقتی که تو بیدار بشی که بیدارشون کنی. پس اول باید خودت رو هم آماده کنی. 51% درونت باید به اون نتیجه برسه، به اون فهمه برسه. 51% ریستارتی ها باید به اندیشه برسن، باید متوجه شن که آیا ما دشمن داریم؟ نه. آیا با کسی دشمنیم؟ نه. ناراحتیم؟ نه. خوشحالیم؟ نه. ما فقط میخوایم دوستامون رو بیدار کنیم، بلندشن با هم یک کار جدید بکنیم و از اول آغاز کنیم. پس شما ریستارتیا 2 تا جنگ دارین. جنگ با خودتون برای نجاتتون، برای پیروزیتون، رسیدن 51%، و جنگ با این مردم که 51% فهمی برسن. پس یه نفر میتونه این امپراتوری کوروش رو بیاره. اون یه نفر وقتی این کارو میکنه که بدون امپراتوری کوروش میاره. پس یه نفر میتونه امپراتوری کوروش رو بیاره و اجازهشو داره. اون یه نفر وقتی این امپراتوری کوروش رو میاره که بدون این امپراتوری کوروش رو میاره. برنامه بعدی 100 سال گذشته رو توضیح خواهیم داد، مرور میکنیم از روش که ببینیم خمینی، شاه، رضا شاه، قاجار در چه زمانهایی چه شده. با یک تک جمله، مثلا در سال 98 توی جمله وزارت اطلاعات با سپاه
دعوا کرد، سپاه پیروز شد. کل 98 تو همین دو خط، تو همین خط اینجوری توضیح میدیم. یعنی تاریخ ها رو میگیم و میگیم کی با کی جنگ کرد. خیلی ساده است. جنگ جهانی اول دقت کن، یه کشوری بودن، یه سری این بر، یه سری اون بر. خیلی ساده است. میگن این سری با این سری جنگ کرد، متفقین بردن یا اونا بردن. ما در برنامه بعد میخوایم توضیح بدیم کی با کی جنگ کرد و کی پیروز شد. تا امروز. مرسی که این برنامه رو گوش کردید. فقط برای این توضیح دادم که در جریان باشید. بعضی از اطلاعاتی که ما میدیم برای اینکه داریم آماده میشیم تا این برنامه ها رو ببریم به سمتی که قربونت دارم عزیز دارم، خیالتونم راحت بشه. هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه. من احمق‌تر از این حرفام که فکر کنم سران کشورها همه شبیه جنت، یعنی یه بار چشاتو ببند همه رو شبیه اون ببین. مش احمق هیچی نمیفهمه. جنتی رو ببین، رهبرت، رئیس شورای نگهبانت و یه مش احمق‌تر که به خاطر پول و منافع این بزغاله رو واقعا باور میکنه. بین دو گاو گیر کردی، خیام میگه یه گاو بالا یه گاو پایین. بدرود.